اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک روایت بسیار زیبایی از امام صادق در کتاب کافی جلد 2 صفحه 152 هستش که در باب اثر صله رحم و ثواب صله رحم ذکر شده از امام صادق. واقعا عجیب هستش برای اونهایی که صله رحم انجام میدن و چه عاقبت شومی داره برای اونهایی که صله رحم رو ترک میکنن. امام صادق علیه السلام میفرمایند ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صلة الرحم. حضرت میفرمایند من نمیشناسم چیزی به اندازه صله رحم عمر رو افزایش بده. حتی ان الرجل یکون اجله 3 سنین. یه شخصی هستش که عمرش 3 سال بیشتر نیست، یعنی 3 سال دیگر میمیرد. فیکون وصولا للرحم، صله رحم انجام میده. فیزید الله فی عمره 30 سنة. خدا 30 سال به عمرش اضافه میکنه. میاد صله رحم انجام میده، یه سر به عمش میزنه، یه سر به عمو میزنه، به برادر میزنه، به خواهر میزنه، یه سری به پدر و مادر میزنه. اگر فوت کردن به زیارت قبرشون میره. اینا همش صله رحم هستش. خدا 30 سال به عمرش اضافه میکنه. فیجعلها 33 سنة. عمرش میشه 33 سال. مقدرات الهی رو تغییر میده. اون چی که براش مقرر شده 3 سال دیگه باید میمرد، اما شد 33 سال دیگر. و یکون اجله 33 سنة. یه شخص دیگری هستش که باز عمرش 33 سال هست، اما میاد چیکار میکنه؟ قطع رحم میکنه. از برادر خودش قطع رحم میکنه، از خواهر خودش، از پدر و مادر خودش ارتباطات رو قطع میکنه. فیکون قاطعا للرحم، قاطع رحم میشه، قطع کننده صله رحم میشه. فینقصه الله 30 سنة. خدا 30 سال از عمرش کم میکنه. و یجعل اجله الی 3 سنین. عمرش 3 سال دیگه به پایان میپذیره. قرار بود اول 33 سال دیگه زنده باشه، اما قطع